سلام دانش آموزان عزیز. ما می‌دانیم که حروف اضافی و یا پروپوزیشنز کلماتی هستند که پوزیشن یک آبجکت و تایمینگ یک ایونت را نشان می‌دهند. امروز ما پروپوزیشن مکان و حرکت را می‌آموزیم. پس بیایید آموختن حروف اضافه مکان یعنی preposition of place را شروع کنیم. Where is the ball? The ball is under the box. Where is the ball now? The ball is on the box. Where is the ball now? The ball is in the box. Where is the ball now? The ball is behind the box. دیدیم که بال در جاهای مختلف قرار داشت. با استفاده از prepositions of place ما آموختیم که یک شی در کجا قرار دارد. و حالا اینها بعضی دیگر از حروف‌های اضافه مکان و یا prepositions of place هستند. In, on, under, behind, beside, in front of, above, below, next to, between, among, near. حالا نوبت حروف اضافه حرکت یا prepositions of movement است. حروف اضافه حرکت یا prepositions of movement حرکت یک شی از یک مکان به مکان دیگر را نشان می دهد. به طور مثال over the box, into the box, around the box, through the box. و اینجا چند مثال دیگری از حروف اضافه حرکت یا prepositions of movement را می‌خوانیم. past, along, off, up, down و from. حالا شما حروف اضافه مکان و حرکت را می‌دانید. با این معلومات شما می توانید مکان و حرکت اشیا را در انگلیسی بیان کنید.